سلام دوستای عزیز، با سوینسکا 5000 جملات روزانه سوئدنی درسی ششم خدمت شما دوستا هستیم. امیدواریم که درس ها برای شما مفید باشد. دوستان سعی کنید لطف کنید که بیشتر تمرین کنید تا در این زمینه موفق باشید. خب دوستا شروع میکنیم. در این درس قصد داریم شما رو با تعداد نکته و چیزهای مهم در مورد روز، ماه یا سال آشنا کنیم. اینا رو اول میخوانیم از دوشنبه تا روز یکشنبه. مونداگ، tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag. دوشنبه اینا از هفته سوئدنی از روز دوشنبه شروع میشه تا روز یکشنبه. این روز شنبه و یکشنبه تعطیل داره اینا. وقتی که روزای هفته رو وقتی تیز میخوانن این گی آخر اینا نمیگن. مثلا میگن موندا، تیسدا، اونسدا، توشدا، فردا، لوردا، سوندا. خودستا. پس وقتی که تیز میخوانن گ گفته نمیشه. وقتی میخوایم بگن مثلا میگن دوشنبه هفته پیش چی رقم میگن، یه وقت از فرا استفاده میکنیم. فرا هر وقت جلوی یک روز به، جلوی ماه به، جلوی سال به، یعنی که میگه که این سال پیشه یا ماه پیشه یا روز پیشه. خب فرا مونداگ یعنی دوشنبه قبل، دوشنبه هفته پیش. فرا وکا یعنی هفته قبل، هفته پیش. فرا اور یعنی سال قبل، سال پیش. فرا موناد یعنی ماه قبل، ماه پیش. نستا فریداگ، این نستا وقتی به یعنی که بعدن میشه، یعنی بعد، یعنی وقتی که نستا فریداگ یعنی جمعه هفته بعد، این جمعه که می آیه. هر وقت نستا آمد خود نستا معنیش بعدی میشه. خب نستا فریداگ یعنی جمعه بعدی، جمعه دیگه. نستا وکا یعنی هفته بعد، هفته دیگه که میه. نستا موناد یعنی ماه دیگه، ماه بعد که میه. نستا اور یعنی سال بعد، سال دیگه. یا هار اینترویو نستا وکا، یا هار اینترویو نستا وکا یعنی من هفته بعد مصاحبه دارم. اینجا سعی کنید دوستا وقتی که هفته بعد میخوای بره حتما نستا آورده، وگرنه میگه یا هار اینترویو وکا معنی نمیده، یعنی که من مصاحبه دارم هفته. کی باید زمانش مشخص بگیم دیگه. خب پس میگیم یا هار اینترویو نستا وکا یعنی من هفته بعد مصاحبه دارم. یا هاده اینترویو فرا وکا، ها رو تبدیل کنیم با هاده یعنی گذشته کردیم، یعنی من هفته پیش مصاحبه داشتم. دوستا سعی کنید این فرا که آورده یعنی که هفته قبل کده، این هفته که خودش اینجا هسته این فرا رو تبدیل کده، فرا این وکا رو تبدیل کده در هفته پیش، یعنی یا هاد اینترویو فرا وکا یعنی من هفته پیش مصاحبه داشتم. خب دوستا خیلی وقتا هسته که ما روزای هفته رو میشنویم که آخرش اینا اس میره. این اس چی معنا میده؟ مثلا مونداس، تیستاس، وقتی که میخوانن هم این گره دیگه نمیگن. اونستاس، توشتاس، فریداس، لورداس، سونداس. وقتی اس آخری روزا میله یعنی که این مونداگ این روز مربوط میشه در قبل، یعنی هفته پیش، یا همین روزا میتونه در روز هم بشه، هفته پیش هم بشه که تیر شده. بدون آوردن فرا یک اس در پایان خودی روز میره که بعد مشخص میشه این روز تیر شده. مونداس یعنی که همین دوشنبه الان نیست، دوشنبه که تیر شده. تیستاس، اونستاس، توشتاس، فریداس، لورداس، سونداس. خب دوستا شما معنیاش رو میبینید، یعنی دوشنبه پیش، سه‌شنبه پیش، چهارشنبه پیش، پنجشنبه پیش، جمعه پیش، شنبه پیش و یک شنبه